سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به درس 45 زبان انگلیسی ما. زبان انگلیسی از صفر از روی کتابی Basic English Grammar by Betty Azar. پیش از آغاز درس امروزه اگر به کانال آبونه نشده باشید لطفاً آبونه شوید، به نوار لایک گذارید، فکر و عقیده های خود را برای بهتر کردن استفاده درس ها در شرح ها نویسید. این نوار را به دوستان و نزدیکانتان روان کنید و برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. چون همیشگی درس امروزه رو نیز با quote of the day یعنی سخن روز آغاز میکنیم و سخن روزی درس امروزه همان چنین است: A person finds time for everything he truly wants by Fyodor Dostoevsky. ترجمهش به زبان تاجیکی می شود: انسان برای همه چیزی که در حقیقت خواهد وقت یافته میتواند. سخن فیودور داستایفسکی. خیلی که میدونید ما در چپتر 5 یعنی در باب پنجم کتاب قرار داریم و موضوع باب پنجم کتاب Talking about the present یعنی گپ زدن درباره حاضر می باشد و موضوع امروزه همان would like. درس 45 خیلی که گفتم موضوع امروزه ما would like می باشد. ترجمه would like این خواستن می باشد، اما با آدابانه با نزاکتانه خواستن. در پایان برای این را خوبتر فهمیدن یک تا جمله آورده ایم. I want a glass of water. ترجمهش می شود من یک سکن آب می خواهم. این درس قبلی ما بود و درس امروزه ما باشد. با جای کلمه want would like می گذاریم. I would like a glass of water. وقتی که ما would like گوییم این با آدابانه خواستن می شود، یعنی من یک سکن آب می خواستم، لطفاً به من یک سکن آب دهید. به این شکل برای خوبتر فهمیدن موضوع می گذاریم. خیلی که گفتیم موضوع امروزه ما would like می باشد و would like گفتیم ترجمهش خواستن می باشد، با آدابانه با نزاکتانه خواستن. و از want چی فرق دارد در این درس به شما می آموزانیم. برای خوبتر فهمیدن مثال ها را اجرا میکنیم. در مثال A I'm thirsty من تشنم. I want a glass of water من یک استکان آب می خواهم. In B مثال B I'm thirsty من تشنم. I would like a glass of water من یک استکان آب می خواهم. A and B have the same meaning. مثال A و مثال B یک معنا را دارند. But would like is usually more polite than want. اما کلمه would like از کلمه want دیده با آدابانه تر است، یعنی با نزاکت تر است. I would like is a nice way of saying I want. کلمه I would like این راه زیباتری I want است، یعنی با جای کلمه من میخواهم با جای کلمه I want اگر I would like گوید این شکل جمله شما را زیباتر میگرداند. مثال های دیگر را میخوانیم. مثال های C I would like a glass of water. You would like a glass of water. He, she would like a glass of water. We would like a glass of water. They would like a glass of water. Notice in C. دقت کنید به مثال های C. There is no final S on would and there is no final S on like. چیزی که میدونید در present simple بعضی فعل ها که در آن he she it می آمد بعد از خودش s می گرفت، اما وقتی که ما would like رو استفاده بریم نه کلمه would نه کلمه like s نمی گیرند بعد از خودشون در آخرشون. D. Contractions اختصار شوی ها و یا کوتاه شوی ها. کلمه I would, you would, she would, he would, we would, they would رو کوتاه کرده و جای I would گفته میتواند I'd و جای you would گفته میتواند you'd و جای she would گفته میتواند she'd و جای he would گفته میتواند he'd و جای we would گفته میتواند we'd و جای they would گفته میتواند they'd. You would is often contracted with pronouns in both speaking and writing. کلمه would عادتاً با pronouns با جانشین ها هم در نوشت هم در گفتگو اختصار می شود، خیلی که در اینجا آورده شده است. In speaking would is usually contracted with nouns too. اما در گپ زنی باشد کلمه would با اسم ها نیز اختصار می شود، کوتاه می شود. Written نوشته می شود Tom would like to come. Tom می خواهد بیاید. اما در گپ زنی باشد گفته می شود Tom like to come. Tom آمدن می خواهد. یعنی اگر would با اسم ها بیاید در نوشت اختصار نمی شود، در گفتگو اختصار می شود. Would like plus infinitive اگر بعد از would like infinitive بیاید. مثال E
I would like to eat a sandwich. Notice in E. در مثال E, would like can be followed by an infinitive. بعد از would like میتواند infinitive بیاید. خیلی که از درس قبلی میدونید infinitive این فعل هایی میباشد که پیش از خودشان to میگیرد. I would like to eat a sandwich. من ساندویچ خوردن میخواهم. در شکل سوالی باشد کلمه would در اول میآید. فرمول جمله چنین میشود: would plus subject plus like. F. Would you like some tea? آیا چای میخواهید؟ In a question, would comes before the subject. در سوال کلمه would پیش از subject میآید. خیلی که میدونید با اسم ها، جانشین ها و دیگر نام ها ما subject میگوییم. و در اینجا خیلی که در مثال میبینید کلمه would پیش از subject آمد و بعد از subject باشد کلمه like میآید. Would you like some tea? آیا چای میخواهید؟ در جواب باشد G. Yes, I would. Yes, I would like some tea. شما میتوانید کوتاه جواب دهید و یا دراز جواب دهید. Would is used alone in short answer to questions with would like. در سوال هایی که ما با would like سوال میدهیم در جواب تنها کلمه would را استفاده میبریم. مثلا would you like some tea? آیا چای میخواهید؟ در جواب میگوید yes I would. Yes I would like نمیگوید. Yes I would. It is not contracted in short answers. در جواب ها باشد کلمه اختصار نمی شود. خیلی که در بالا گفتیم که I would اختصار می شود. وقتی که ما جواب دهیم در جواب اختصار نمی شود. میگوید که yes I would. تمام. Exercise 32. مشق 32. Make sentences. جمله ها سازید. Change the sentences by using would like. would like استفاده برده جمله ها را تغییر دهید. در مشق want استفاده برده جمله ساخته شده است و ما باید به جای کلمه want would like استفاده بریم. مثال های یکم و دوم را خود کتاب اجرا کرده است. مثال یکم را میخوانیم. Tony wants a cup of coffee. تونی یک پیاله قهوه میخواهد و ما باید به جای want would like مونیم. Tony would like or Tony'd like a cup of coffee. تونی یک پیاله قهوه میخواهد. دقت کنید در کلمه want از سببی که شخص سوم آمده است تونی آمده است wants شد، اما خیلی که گفتیم would like بعد از خودش اس نمیگیرد. مثال دوم he wants some sugar in his coffee. وی در قهوهش شکر میخواهد و ما باید would like مونیم. he would like or he'd like some sugar in his coffee. وی در قهوهش شکر میخواهد و شکر لطف میکند. مثال سوم Ahmed and Anita want some coffee too. احمد و انیتا هم قهوه میخواهند و ما باید با would like تغییر دهیم. Ahmed and Anita would like some coffee. احمد و انیتا هم قهوه میخواهند. They want some sugar in their coffee too. آنها هم در قهوهشان شکر میخواهند. جمله رو تغییر میدهیم. They would like some sugar in their coffee too. آنها هم در قهوهشان شکر میخواهند. میتوانید این رو کوتاه کرده they'd like some sugar in their coffee too گفته هم میتوانید. مثال دیگر در اینجا هم سوال هم جواب است. Do you want a cup of coffee? آیا یک پیاله قهوه میخواهید؟ Yes I do. بله میخواهم. Thank you. تشکر. سوال ما میشود Would you like a cup of coffee? آیا یک پیاله قهوه میخواهی؟ Yes I would. بله میخواهم. Thank you. تشکر. خیلی که پیش گفته بودیم در جواب تنها would میآید. Yes I would. Yes I would like نمیگویم. مثال ششم I want to thank you for your kindness and hospitality. من برای مهربانی و مهمانداریتون از شما تشکر کردن میخواهم. در اینجا دقت کنید بعد از want infinitive آمد و ما هم باید infinitive رو استفاده برده would like استفاده بریم. I would like to thank you for your kindness and hospitality. من برای مهربانیتون و مهمانداریتون از شما تشکر کردن میخواهم. مثال هفتم My friends want to thank you too.
دوستان من هم میخواهند از شما تشکر کنند. would like استفاده برده میگیم my friends would like to thank you too. دوستان من هم از شما تشکر کردن میخواهند. مثال هشتم، در اینجا هم سوال و جواب است. Does Robert want to ride with us? آیا راب با ما راندن میخواهد؟ Yes, he does. بله میخواهد. سوالمون میشود would Robert like to ride with us? آیا رابرت با ما راندن میخواهد؟ خیلی که در شکل سوالی ما گفتیم اول would میآید، بعد از آن subject میآید، بعد از آن like. Would Robert like to ride with us? آیا رابرت با ما راندن میخواهد؟ Yes, he would. بله میخواهد. در اینجا هم دقت کنید چقدر که پیش گفتیم بعد از خودش اس نمیگیرد. Yes, he would. میگذاریم به مشق دیگر. Exercise 33 مشق 33 در اینجا برای موضوع رو باز هم خوبتر فهمیدن مشق 33 رو اجرا میکنیم و در اینجا ما جوابهای خودمون رو میدهیم. لطفاً با این سوال ها شما جوابهای خودتون رو نویسید. مثال یکم Who is hungry right now? این حال کی گرسنه است. What would you like? چی میخواهید؟ مثلا I'm hungry. I would like some food. من گرسنه‌ام. من خوراک میخواهم. مثال دوم Who is thirsty? کی تشنه است. What would you like? چیکار کردن میخواهی؟ I'm thirsty. I would like some water. من تشنه‌ام. من آب میخواهم. Who is sleepy? کی خواب‌آلود است. What would you like to do? چیکار کردن میخواهی و چیکار کردن میخواهید؟ I'm sleepy. I would like to sleep. من خواب کردن میخواهم. من خواب‌آلودم. من خواب کردن میخواهم. مثال چهارم What would you like to do this weekend? آخرین هفته چیکار کردن میخواهید؟ I would like to relax this weekend. من آخرین هفته استراحت کردن میخواهم و راحت کردن میخواهم. مثال پنجم What would you like to do after class today? بعد از درس امروز چیکار کردن میخواهید؟ I would like to go home after class today. بعد از درس امروز به خانه رفتن میخواهم. مثال ششم What would you like to have for dinner tonight? برای خوراک شام امشب چی میخواهید؟ I would like to have rice and chicken for dinner. برای خوراک شام برنج و مرغ میخواهم. مثال هفتم What countries would you like to visit? به کدام کشورها سفر کردن میخواهید؟ I would like to visit Turkey. من به ترکیه رفته دیدن میخواهم و به ترکیه سفر کردن میخواهم. هشتم What cities would you like to visit? In the United States, in Tajikistan or in Canada. کدام شهرها رو رفته دیدن میخواهید؟ و اگر نام دولت رو گفتنی باشد در آخرش میمونید این نام دولت in Tajikistan. جواب I would like to visit New York and Los Angeles. من نیویورک و لس آنجلس رو دیدن میخواهم. What language would you like to learn? کدام زبان ها رو آموختن میخواهید؟ I would like to learn English and Russian. من زبان انگلیسی و زبان روسی رو آموختن میخواهم. دهم You listen to your classmates. شما با همسنفانتان گوش دادید، آنها رو گوش کردید. What would they like to do? آنها چیکار کردن میخواهند؟ Do you remember what they said? آنها چی گفتند؟ آیا شما در خاطر دارید؟ ما این جواب میدهیم They would like to study and rest. آنها آموختن میخواهند، درس کردن میخواهند و استراحت کردن میخواهند. 11 Pretend that you are a host at a party at your home and your classmates are your guests. وانمود کنید که شما در جشن در خانه‌تان صاحب خانه هستید و همسنفان شما مهمان‌های شما هستند. Ask them what they would like to eat or drink. از آنها پرسید که آنها چی خوردن میخواهند و یا چی نوشیدن میخواهند. و سوال ما میشود What would you like to eat and drink at my party? در جشن من چی خوردن میخواهید و چی نوشیدن میخواهید؟
12. Think of something fun to do tonight or this weekend. درباره چیزی که امشب و یا آخر این هفته کردن میخواهید فکر نمایید. Using would you like, invite a classmate to join you. کلمه would you like رو استفاده برده، یعنی شکل سوالی رو استفاده برده، از یگان همصنفتان طلب نمایید که با شما پیوندد، یعنی با شما بیاید. و سوالی ما میشود Would you like to watch a movie with me? آیا با من فیلم تماشا کردن میخواهید؟ اگر وقت رو هم گذاشتن خواهیم، خیلی که در اینجا tonight و یا this weekend گفت، سوالی ما میشود Would you like to watch a movie with me tonight? آیا امشب با من فیلم تماشا کردن میخواهی؟ و یا Would you like to watch a movie with me this weekend? آیا آخرین هفته با من فیلم تماشا کردن میخواهید؟ این آخران مشق ما بود. امیدوارم که درسی خیلی مفید بود برای شما، چون که طرز با ادبانه سوال دادن رو، جواب دادن رو و یگان چیز رو خواستن رو، درخواست کردن رو آموختیم و میگذاریم به صفحه دیگر. New words، کلمه های نو. Want، خواستن. Would like، لطف کرده خواستن. Politeness، با آدابی. Polite، آداب، نزاکت. Politely، با نزاکت. Nice، زیبا. Way، راه. Thirsty، تشنه. Hungry، گرسنه. True، درست. Wrong، نادرست. Truly، در حقیقت. Kindness، مهربانی. Hospitality، مهمانداری. Host، صاحبخانه. Pretend، وانمود کردن. Ride، راندن، راندن اسب و دوچرخه. Visit، سفر کرده دیدن. Learn، آموختن. Remember، در خاطر داشتن. Invite، دعوت کردن. Join، پیوستن. در اینجا درس امروزه ما با پایان رسید و وظیفه‌هایی که بعد از این درس ما به شما می‌دهیم: یکم، مشق‌های کتاب رو به دفترتان نویسید. مشق‌های 32 33 باب 5 کتاب رو به دفترتان نویسید. دوم، با موضوع امروزه یعنی با would like 15 جمله نویسید. سوم، کلمه‌های نو رو از یاد کنید و در جمله سازی استفاده نمایید. در اینجا درس امروزه ما با پایان رسید. اگر به کانال ابونه نشده باشید لطفاً ابونه شوید. با نوار لایک گذارید. فکر و عقیده های خود را برای بهتر کردن صفت درس ها در شرح ها نویسید. این نوار را به دوستان و نزدیکانتان روان کنید تا آنها نیز از درس های ما با خبر شوند و برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید.